سلام دوستان، سلام به همگی. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی عالی باشه. مبین هستم از تیم TM استودیو. خیلی خوش اومدید دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از دوره مقدماتی نرم افزار پریمیر. داخل این قسمت میخوایم بپردازیم به نرم افزار پریمیر که اصلا چی هستش. این ویدیویی که شما دارید نگاه میکنید اصلا براتون مناسب هست یا نه، میارزه که این 8 قسمت رو کامل ببینید، چون این دوره یک دوره 8 قسمت هست و اینکه اینم اولین قسمتشه. خب دوستان، میخوام باهاتون اول از همه صحبت کنم. داخل این جلسه میخوایم اصلا آشنا بشیم با نرم افزار پریمیر. اصلا چه استفاده‌ای میتونیم ازش کنیم، باهاش میتونیم چی کارا انجام بدیم، اصلا مناسب کار ما هستش یا نه، من اگر که بخوام شروع کنم این دوره برا من مناسب هست یا نه، و یا اینکه اگر که به صورت فرعی در واقع داخل اینستاگرام، داخل یوتیوب من مطالعه کرده باشم و یاد گرفته باشم این نرم افزار رو، به درد من میخوره یا نمیخوره. خب بچه ها، تمام این سوالات جوابشون داخل این جلسه داده میشه و اینکه علاوه بر اینها ما میخوایم بریم یاد بگیریم که چطوری میتونیم نرم افزار رو نصب کنیم که نصب این نرم افزار در واقع همه بلدنش. در واقع از نسخه های آخر این نرم افزار، در واقع نه فقط این نرم افزار بلکه هر نرم افزار ادوب، شما به راحتی میتونید دیگه اون رو نصب کنید. یعنی نیاز به راهنمای نصب و این چیزا نداره. یعنی کافیه که شما سرچ کنید. از بهترین سایت هم که بخوام بهتون بگم سایت صاف 98 که داخل این ویدیو و داخل این قسمت بهش میپردازیم و اینکه کامل میخوام واسهتون بگم. خلاصه خب اول از همه بذارید بهتون بگم که اصلا داستان چیه. خب نرم افزار پریمیر یک نرم افزار برای ادیت و تدوین ویدیو. و اینکه بچه‌ها نگاه کنید، شما اگر که میخواید که یه تولید محتوای ویدیویی داشته باشید، داخل این 8 قسمت کامل متوجه میشید که باید چی کار کنید. اگر که شما بخواید که مثلا ویدیوهای آموزشیتون رو تدوین کنید، یه تدوین ساده بزنید، یه چند تا کات بزنید، بذارشون به پشت سر هم دیگه، صدا و تصویر رو یکی کنید و اینکه در آخر هم یه خروجی بگیرید و اون فایل رو پخش کنید، بسیار بسیار این دوره براتون مناسبه. و اینکه شما اگر که به صورت فرعی چند تا تکنیک یاد گرفتید، چه میدونم چند تا چیز میز دیدید داخل فضای مجازی، در واقع این دوره میتونه شما رو به کامل ترین شکل ممکن بفرسته رو به جلو. و اینکه در آخر هم بهتون بگم که این دوره مناسب افرادی که تازه میخواین نرم افزار رو شروع کنن. نگاه کنید، این دوره اسمش مقدماتیه، ولی من داخل این دوره میخوام بهت بگم که اصلا تو چطوری میتونی تدوین کنی. اصلا تدوین کار سختیه، کار سختی نیست. و اینکه الانم میخوایم بریم و با همدیگه کم کم شروع کنیم. اول از همه بیاین بریم با همدیگه وارد فضای مانیتور بشیم و اینکه این فضای مانیتور ما هستش. نگاه کنید، میام من اول از همه داخل کروم، گوگل کروم، این البته فایرفاکسه، کروم این هستش. آره، من فایرفاکس رو باز کردم و سایت صاف 98 رو آوردم. یعنی شما کافیه بیاید اینجا صاف 98 رو سرچ کنید و براتون میادش. بعد از اینکه صاف 98 رو سرچ کردید، کافیه که بیاید اینجا داخل سرچش یه ادوب بنویسید. اینجا من میسم ادوب که کامل متوجه بشید. ادوب فتوشاپ، چه میدونم ادوب فلش پلیر، ادوب پریمیر، ادوب اکروبات، ادوب کانکت، ادوب افتر افکت، ادوب ایلاستریتور و تمام نرم افزار ادوب رو میتونید از اینجا دانلود کنید. الان من ادوب پریمیر رو بازش کردم، یعنی براش کلیک کردم، وقتی اینو زدم ادوب پریمیر. وقتی که ادوب پریمیر رو بزنی این صفحه برات باز میشه و اینکه زده دیگه ویرایش حرفه‌ای فیلم. نگاه کنید دوستان، اینو بهتون بگم، نرم افزار پریمیر یک نرم افزار قدرتمند، یعنی قدرتمندترین نرم افزار برای ادیت و تدوین فیلمه. نگاه کنید، افتر افکت هم یکی از قدرتمندترین نرم افزاراست، ولی اون برای جلوه‌های ویژه است، برای مثلا ساخت لوگو موشنه و اینکه برای همچین چیزای بیشتر به کار میره. ولی با ادوب پریمیر میگیرن فیلم سینمایی تدوین میکنن. تو وقتی میری میبینی سریال تدوین شده، سریالی رو میبینی، فیلمی رو میبینی، با ادوب پریمیر اون رو تدوین کردن. یعنی با این نرم افزار درست شده
که داخل این دوره کامل میپردازیم به اینکه اصلا چطوری میتونی کار کنی با این نرم افزار، پنل‌های کاربردیش چی هستش و غیره. حالا بیاید بریم ادامه و اینکه اینجا رو ببینید. اینجا ورژن 2021 نسخه ویندوز 64 بیتی، ورژن 2020 و غیره. نگاه کنید، اول از همین رو بهتون بگم که برای اینکه بخواید این نرم افزار رو نصب کنید بهتره که یه نگاهی به سیستمتون بندازید. شما یه سرچی هم بکنید داخل اینترنت، کامل اینا رو متوجه میشید. اوکی؟ و اینکه اگر که مثلا سیستمتون خوبه و میتونید مثلا یک کاری ازش بکشید، به نظرم همون 2020 یا 2021 رو نصب کنید. و اینکه اگر که حالا سیستمتون رمش چه میدونم سی پی یوش این چیزا پایین تره، از در واقع ورژن های پایین تر استفاده کنید. آره. و اینکه بعد از اینکه شما زدید و این رو دانلود کردید براتون کامل میادش. مثلا من الان روی سیستم خودم 2020 رو دارمش. اینو وقتی نصب کنید راحت میتونید رو نصب کنید، آنچنان کار خاصی نداره و اینجا براتون ادوب پریمیر میادش و این نرم افزار ادوب پریمیر هستش. نگاه کنید، من اینو بذارید اصلا ببندمش. وقتی که شما این نرم افزار رو نصب کردید و وارد سیستمتون شدش، الان میخوایم بریم با همون رو باز کنیم. نگاه کنید، کامل میخوام بهتون بگم. خب داخل این جلسه نه، حالا بهتون میگم مثلا داخل جلسه دیگه داستانا چیه. نه شما هم شاید تیترا رو دیده باشید، شاید یکم سردرگم شده باشید. اوکی؟ ولی اصلا نیازی به سردرگمی نیست، چون اینها فقط چند تا اسمن. شما مثلا اگر دیدید که مثلا قسمت بعدی اسمش پنل پراجکته، بعدی تایملاینه، بعدی پروگرام و سورسه، بعدش افکت و افکتسه، افکت کنترله، اصلا لازم نیست سردرگم بشید. اینا اسم پنل‌های کاربردی هن. اوکی؟ یعنی شما این پنل‌ها تنها چیزی هن که شما نیاز داری که من همه چیز رو راجع به این پنل‌ها بهت میگم. نگاه کن، رفتیم جلوتر، حالا بهت میگم که مثلا ادوب پریمیر مثلا اصلا به چی تشبیه میشه، اصلا چطوریه. حالا بریم جلوتر بهتون میگم. و اینکه بعد از اینکه این پریمیر رو الان ما باز کنیم، میبینید که برامون حالا بذارید باز بشه، چون من از 2 مانیتور دارم استفاده میکنم، داخل اون یکی مانیتور داره میادش بالا، وگرنه وقتی میزنید کلا نشون میده بهتون که داره نرم افزار لود میشه و میاد بالا. آره، کمی صبر میکنیم تا ادوب پریمیر باز بشه. خب باز شد. نگاه کنید، وقتی که این نرم افزار براتون باز میشه، شما با یه همچین پنلی سر و کار دارید. Welcome to Premiere Pro. نگاه کنید، این پنلی که براتون باز میشه یه پنلی به اسم هوم. نگاه کنید، پنل هوم چیزیه که شما وقتی که وارد این نرم افزار میشید باهاش سر و کار دارید. حالا اینا نگاه کنید، اینا پروژه های اخیر منه. نگاه که من وقتی این آموزش ها رو ضبط کردم، شما برید داخل پیج تی ام استودیو، داخل کانال آپارات تی ام استودیو، کامل میتونید این آموزش های کوتاه رو مشاهده کنید که بعضیشون 4 دقیقه است، 6 دقیقه است، 1 دقیقه است و حالا 18 دقیقه هم توشون بوده که 0 تا 100 تایپ کردنه که داخل این دوره هم به اون میپردازیم و هر چیزی که لازم دارید از این نرم افزار رو من بهتون میگم. خب بچه‌ها، الان من میخوام یه پروژه بسازم، یعنی اینکه من میخوام یه نیو پروژکت کنم، برم وارد فضای نرم افزار بشم. اوکی، تا اینجا وایسید. الان بیاید بریم داخل مانیتور. الان که من این نیو پروژکت رو بزنم، نگاه کنید این پنل نیو پروژکت برای من باز میشه. خوب توجه کنید، اینجا نیو پروژکت از تمامی این چیزایی که اینجا میبینید ما الان میخوایم باشون کار کنیم. یعنی اصلا لازم نیست شما سردرگم بشی که مثلا این چیه اون چیه، من نمیدونم اینجا ویدیو رو باید رو چی بذارم، اینو چی کار کنم. هیچ نگران نباشید. اینجا نیمه. خب اینجا اسم پروژهتون رو انتخاب کنید. مثلا الان پروژه من چیه؟ قسمت، جا من اینو فارسیش کنم، قسمت اول دوره مقدماتی. اوکی، من بعد از اینکه این دوره رو براتون ضبط کردم میخوام تدوینش کنم دیگه. مثلا این پروژه رو میخوام بسازم. بعد براوز، نگاه کن لوکیشنه. شما وقتی میخوای یه پروژه بسازی لازمه که اون پروژه رو یه جایی ذخیره کنی. اونجا کجاست؟ داخل یه پوشه است. اون پوشه هم همه جا میتونه باشه. الان من روی براوز بزنم، اینجا میام داخل دسکتاپم. اینجا داخل دسکتاپ، اینجا من یه نیو میزنم. خب
اینجا هم به پوشه یه اسم میدیم، میزنیم آقا دوره مقدماتی. شما هر اسمی که دلت میخواد بهش بده، اسم هر پروژه‌ای. نگاه کن چیزی باید بذار که یادت بمونه. و اینکه اینو بدونید مثلا این نیما رو همونجوری اول نذارید، حتما براشون اسم بذارید، چون شما یکم که پروژه‌تون رفت بالاتر سردرگم میشید، نمیدونید مثلا کدوم پروژه رو باید باز کنید، کدوم رو باید ببندید. خب این قسمت اول. اینجا دیگه هیچ کاری با هیچی نداریم. اوکی، اینا رو نگاه کنید، اینا همه چیز ماه. نگاه کنید مثلا اینجا صداها، تصویرها، عکس‌ها، بهش میگید که میخوای کجا اینا ذخیره بشه، اون دقیق بهت میگه که در واقع اون بهت میگه اون بهت میگه این صداها، این ویدیوهایی که وارد این پروژه میکنی کجا میخوای ذخیرهشون کنن برات. به صورت پیش‌فرض same as a project، یعنی میگه به صورت پیش‌فرض داخل همون پروژه که ساختی من براتون رو ذخیره میکنم. این پروژه کجاست؟ داخل همون پوشه هست، پس اصلا به اینا دست نزن، اینا رو ولشون کن. تو که مثلا دیگه این لوکیشن رو انتخاب کردی، نیمت هم انتخاب کردی، اوکی رو بزن. خب اینجا جای جالب داستانه که ما وارد این فضای نرم افزار شدیم. اوکی، تا الان چی رو یاد گرفتیم؟ ما فهمیدیم که چطوری میتونیم این نرم افزار رو نصب کنیم. اوکی، و الان هم وارد فضای این نرم افزار شدیم. بریم با هم ادامه داستان رو ببینیم. خب بچه‌ها، قبل از اینکه ادامه داستان رو ببینیم اینجا وایسید. اولا میخوام بهتون بگم که اصلا داخل این قسمت چی رو میخوام بهتون بگم. داخل این قسمت زیاد نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. اوکی، میخوام فقط بهتون بگم مثلا پریمیر مثل چی میمونه. اوکی تا اینجا اوکی؟ خب الان میخوام بهتون بگم که پریمیر، ادوب پریمیر مثل چی کاری میمونه. نگاه کن، الان قبل از اینکه بخوام بگم مثل چه کاری میمونه، بذار بهت بگم چی کارا میتونی باش انجام بدی. تو با ادوب پریمیر میتونی که فیلم و سریال تدوین کنی، میتونی تیزر تبلیغاتی بسازی، تو میتونی موزیک ویدیو تدوین کنی، تو میتونی فیلم عروسی تدوین کنی، تو میتونی تولید محتوای ویدیویی کنی برای کس دیگه ای. خب اگر که آیندت اینه، اگر که میخوای که وارد این حوزه پولساز بشی، این چیزا رو خیلی خوب گوش کن. خب داشتم بهت میگفتم بعد از اینا میتونی باش چیکارا انجام بدی. میتونی با استفاده از این نرم افزار کسب ثروت کنی از طریق آموزش، از طریق برگزاری ورکشاپ، از طریق دوره آموزشی که خودت بسازی. اوکی؟ یا میتونی مثلا دوره های بقیه رو براشون تدوین کنی. تو میتونی با یوتیوبرها کار کنی. خب و اینکه اصلا مثل چی میمونه. مثلا من الان میخوام که یه تیزر تبلیغاتی بسازم. تا اینجا رو داشتی؟ خب میخوام یه تیزر تبلیغاتی بسازم. برای این تیزر من باید چی کار کنم؟ خب این تیزر رو من تشبیه میکنم برات مثل غذا درست کردن. نگاه کن داخل این نرم افزار چند تا چیز کاربردی بیشتر تو لازم نداری که اون چیز کاربردی ها همون تیترایی هن که داخل قسمت های بعدی میبینی. اوکی؟ داخل این نرم افزار ما حدود 6 تا پنل داریم که اونا کاربردی ترین چیزن. نگاه کنید من کاری به اصلاح رنگ و چه میدونم بقیه چیزا ندارم. ما مثلا ورک اسپیست هستش، اصلاح رنگت هستش که نیاز به لومتری کالر داری. الان با این اسمایی که میگم سردرگم نشو. نگاه کن تو به 6 تا پنل لازم داری که خیلی خیلی نیازته. این 6 تا پنل چی هن؟ یکیش پراجکته. پراجکت مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که تو خرید کرده باشی آورده باشیش تو خونه. اوکی؟ مثل یه یخچال میمونه، مثل یه کمد میمونه که تو مثلا لوازمی که خریدی رو بذاری داخل اون کمد، بذاری تو یخچالت. گرفتی؟ بعد تایملاین میادش. تایملاین چیه؟ مثل یه قابلمه میمونه، مثل یه ظرف میمونه که تو اون محصولایی که خریدی و آوردی گذاشتی داخل یخچال رو بذاری داخلش. بعد از این نیاز به چی داری؟ نیاز به پخت غذا داری. نیاز داری که ببینی چجوری داره میپزه. تو با سادت اون قابلمه میتونی اینو بپزیش، ولی میخوای ببینی. نیاز به چی داری؟ نیاز به پروگرام و سورس داری. بهت میگم تفاوتش چیه. پروگرام اصلا چیه، سورس چیه. با هر کدوم میتونی خیلی چیزا رو انجام بدی، خیلی کارا میتونی کنی. و بعد از اینا الان ما میخوایم که این غذا رو خوش‌طعم کنیم. برای خوش‌طعم کردن غذا چی کار کنیم؟ ادویه لازم داریم، افکت لازم داریم. خب
من چقدر ادویه بریزم، چقدر نمک بریزم، اینا رو چقدر بریزم، چطور میتونم تنظیم کنم. اصلا من میخوام که آقا 1 پیمانه بریزم، 2 پیمانه بریزم. اینجا نیاز به چی داری؟ افکت کنترل. اوکی؟ اینجا الان با استفاده از افکت کنترل، اون افکتی که انداختی رو اون تایملاینر، انداختی رو اون ویدیو عکسه، میتونی تنظیمش کنی. یه افکت بلک اند وایت انداختی، یه افکت لومتری کالر انداختی. خب لومتری کالر رو انداختی، الان بیا تنظیم کن. مثلا نورش زیاد باشه، نورش کم باشه، غلظت رنگی رو ببر بالا. اوکی؟ الان بیا بریم وارد فضای نرم افزار بشیم. این فضای نرم افزاره. الان میخوام دقیق تر برات بگم، دقیق تر نشونت بدم. این پروژکته، این همون چیزی که بهت گفتم. قسمت بعدی 0 تا 100 پروژکت رو با هم بهش میپردازیم. قسمت بعدش 0 تا 100 تایملاین رو بهش میپردازیم و بعد از اون میریم سراغ پروگرام و سورس و در آخر هم میریم سراغ افکت و افکت کنترل، که بعد از اینکه اینا رو یادت دادم میخوام الان بهت یه چند تا پروژه بدم که عشق کنی. میخوام چند تا پروژه با هم انجام بدیم که کامل بشی. خب بچه‌ها، اینجا پنل پروژکت ماه. نگاه کنید، پنل پروژکت اینجا چند تا گزینه داره، اینجا چند تا گزینه داره. همین یه نیو آیتمه، چند تا گزینه داخلشه. اینجا یه نیو بین داریم که داخل قسمت بعدی کامل بهش میپردازیم. الان که این نرم افزار رو باز کردیم، تو این هین و بین بذارید من یه پروژه ساده براتون انجام بدم که کامل متوجه بشید با همون تشبیهی که براتون زدم. قبل از اینکه بریم اون پروژه هم بزنیم، حالا من اینا رو بهتون کامل‌تر بگم. این همون تایملاین ماه که وقتی یه فایل واردش کنیم، یه سکانس بسازیم، کامل میفهمیم که چی کار باید انجام بدیم. یه عالم چیز میز برامون میادش. این ابزارامونه، این برای کات زدنه، این برای تکست نوشتنه و بقیه‌شون هم یه کاره میتونیم باشون انجام بدیم. و بعد از اون پروگرام و سورسمون رو داریم و افکت و افکت کنترلمون. افکت ها میبینید که یه عالمه ترانزیشن داریم. داخل بخش افکت بهت میگم که اصلا اینا چرا این 6 قسمتن. تو مثلا ویدیو ترانزیشن با ویدیو افکت چه فرقی داره؟ آدیو ترانزیشن آدیو افکت چه فرقی داره با هم دیگه؟ اصلا ترانزیشن چیه؟ افکت چیه؟ اوکی؟ و اینکه افکت کنترل هم که براتون میگم چیه داستانش تو همون بخش افکت. خب بچه‌ها، الان میخوام که چند تا فایل وارد نرم افزار کنم براتون. نگاه کنید، اصلا سردرگم نشید. ببینید من چند بار دارم میگم. مثلا اینجا من 2 تا کلیک کنم، بیام اینجا یه چند تا فایل وارد نرم افزار کنم. مثلا این فایل‌ها خوبن، این فایلایی که من امروز درست کردم. حالا چند تا محتوان، اینجا می چند تا عکسی هم اضافه کنیم و اینکه اوپن رو میزنیم. نگاه کنید، داخل قسمت بعدی کاملتون میگم چه جوری فایل وارد کنید، کامل بهتون میگم که چه کار باید انجام بدید. بازم میگم سردرگم نشید. و اینکه الان این مثل اون یخچال میمونه. بچه‌ها نگاه کنید، من یه چیزی بهتون نگفتم. اول ازتون عذر میخوام و الان میخوام اون چیزا بهتون بگم. من وقتی بهتون میگم خرید کنیم، منظورم از این خرید کردن چیه؟ خب من بهتون گفتم اولش بعد اول اون خریدایی که کردیم بیاریم بذاریم تو یخچال. اون خریدا چی هن؟ اون خریدا پلانن. پلان چیه؟ مثلا بذارید براتون بگم، شما رفتید که یه تیزر تبلیغاتی پر کنید. اوکی؟ اون فیلم برداری ها رو یا تو میتونی انجام بدی یا کس دیگه انجام داده باشه، بیا رو بده به تو. اوکی؟ یعنی اینکه اون خریدای خونه هستش، اون خریدار یا تو میتونی بری خرید کنی یا اینکه یکی دیگه خرید کنه، تو بیای اون غذاها رو درست کنی. و اینکه این خرید کردن هم خیلی خیلی مهمه. و اینکه این خرید کردنه، این فیلم بردارینا قیمت و اینا رو میبره بالاتر. خیلی خیلی مهمتره که اگر که بتونید و در توانتون باشه که شما خرید کنید، واقعا بهتون میگم چند تا پله میرید جلوتر. از چه نظر؟ یکی که مثلا فیلم برداری رو انجام داده، آورده دادتش به تو. حالا جدا از اون اشخاصی که مثلا برای تولید محتوای ویدیویی دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، کسی که میخواد که آیندهش این باشه، این ویدیوها باشه، این داستان باشه، برای این کار بهتره که شما اون فیلم برداری رو انجام بدید. من حالا جلوتر بهتون میگم که شما اصلا چی کار میتونید انجام بدید. اگر که پروژه بخواید بگیرید باید چی کار کنید، چی کار نکنید. حالا فعلا صبور باشید، تازه اول راهیم با هم دیگه. این دوره 8 قسمت بهتون گفتم. و اینکه داخل این 8 قسمت من حالا کامل سعی میکنم خیلی چیزا رو بهتون بگم.
و اینکه داشتم بهتون میگفتم اگر که شما بتونید اون خریدا رو انجام بدید، اون پلانا رو بگیرید، یعنی 3-0 میافتید جلو. از چه نظر؟ چون وقتی میخواید تدوین کنید میدونید چی کار میخواید کنید، میدونید چیه داستان. اون کسی که پلانا رو گرفته حالا خودش میدونه چی کار کرده. شما بهتون 1000 تا راش میده یارو، مثلا برات 100 تا پلان میفرسته، 100 تا ویدیو میفرسته که کوتاه که تو حالا باید بیای تدوینشون کنی، یکی یکی ببینیشون. ولی اگه تو این کار کرده باشی کامل میدونی چیه. من میخوام یه تیزر تبلیغاتی پر کنم. قسمت 8 این دوره من واسهتون یه تیزری که قبلا اون رو خودم تدوین کرده بودم که هم تدوینش با خودم بود هم فیلم برداریش با خودم بود و واسهتون انجام میدم. اصلا برید همین الان بریم با هم ببینیمش. نه بریم با هم ببینیمش و بیایم. خب بچه‌ها دیدیم که این تیزر رو میخوایم که داخل 8مین قسمت از این دوره با هم دیگه اون رو انجامش بدیم و با هم تدوینش کنیم. بهتون اونجا یه نکاتی میگم راجع به فیلم برداری که چطوری میتونید پلانای خوشگل بگیرید، چطوری میتونید کارهای خفن پر کنید و در آخر هم اونا رو تدوین کنید. خب بچه‌ها بیایم بریم ادامه حرفامون. اینجا ما پلان رو وارد کردیم، در واقع پلان که نه، اون فایل رو وارد کردیم. داخل قسمت بعدی بهتون میگم چه فایلی میتونید وارد کنید، چه فایلی رو نمیتونید، فرمت ها چطوریه. بعد اینکه نگاه کنید، من الان نمیخوام که یه سکانس بسازم، من اینو میام وارد تایملاین میکنم. نگاه کنید اینو من واردش کردم. چه اتفاقی افتاد وقتی که اینو وارد این تایملاینم کردم؟ اینجا یه سکانس برام ساخته شد. این پروگرامه. این کجاست؟ این همون قابلمه منه. این کجاست؟ این اون چشمای منه که داره میبینه چه اتفاقاتی داره میفته. من چند تا فایل دیگه وارد میکنم، اینا رو من یکم کوتاهشون کنم، اصلا نمیخواد از اون روشا بریم. جلوتر بهتون میگم که الان یکم گیج نشید، من اینا رو کوتاه میکنم براتون. و اینه که اینا رو گذاشتم پشت سر هم دیگه. الان این مثلا چند تا فایلی که من وارد نرم افزارم کردم و اینکه اونا رو میتونید مشاهده کنید دیگه. مثلا اینو من حالا پلیش کنم چه اتفاق میفته. اینا ببینید که پشت سر هم قرار دارن. خب اینا پشت سر هم. حالا اینا با هم دیگه مثلا یه آهنگ میاد زیرشون. بذارید من یه آهنگم واسهتون بیارم. اینجا چی داریم؟ بریم اینجا. حالا شما اینا رو نبینید ولی من میخوام براتون بگردم، یه آهنگی براتون بیارم. این بد نیست. خب من اینو الان واردش کردم. خب میتونید آهنگ اضافه کنید. حالا من به جای اینا بعد چند تا ویدیو براتون قرار میدادم، ولی خب دیگه حالا جلوتر میریم با هم دیگه بهتر و خفن‌تر کار میکنیم. و اینکه بعد از اینکه اینا رو من حالا وارد کردم، میخوام که مثلا یه دونه افکت بندازمشون. بچه‌ها وایسید، بذارید من حالا چند تا ویدیو هم وارد کنم که کاملتر متوجه بشید. من حالا عکس وارد کردم، اینجوری به درد نمیخوره. یعنی به خاطر اینکه دیدتون بازتر بشه بهتره که همین الان من چند تا پلنی وارد کنم که کاملتر متوجه بشید شما. خب بچه‌ها من چند تا فایلی وارد کردم، الانم آوردمش داخل تایملاینم براتون. نگاه کنید. بذارید من اینا رو پاک کنم کلا. بذارید اصلا هر چی که اینجا هست رو من پاک کنم. من کلا اشتباه کردم که عکس واسهتون وارد کردم. اینجا من 8 تا ویدیو براتون میذارم. من 8 تاشم میام و وارد یه تایملاین میکنم. بذارید من این تایملاینی که میسازم اینطوری باشه. آها حالا شد.
و اینکه الان تایملاین من 19:20:80 همونجوری که فیلم برداری ها رو کردم و اینکه میخوایم بریم حالا اینا رو چند تاشون رو پشت سر هم بذاریم. اون صدای من نیاز بهش ندارم، صداشو میبندم. یه فایل صوتی براتون وارد کنم. آره بذارید یه فایل صوتی وارد کنم که کاملتر متوجه بشید. خب بچه‌ها اینم از فایل صوتی من، میارمش اینجا و میارمش وارد تایملاینم میکنمش. خب بچه‌ها این همون قابلمه منه و اینم اون پروگرام و سورس منه. اینجا من یه توضیح راجع به پروگرام و سورس بهتون بدم. نگاه کنید پروگرام چیه، سورس چیه و تفاوتشون با هم چیه. نگاه کنید پروگرام اون چیزی که داخل تایملاین میبینیم. نگاه کنید الان این چیزایی که الان دارید میبینید، نگاه کنید این ویدیوهایی که گذاشتم براتون داخل پروگرام بود همه چیز، درسته؟ الان ما این تغییراتی که اینجا رخ داده تو پروگرام دیدیم. الان من میام اینجا 2 تا کلیک رو این میکنم، کجا اومد؟ داخل سورس من اومد. یعنی اینکه من قبل از اینکه بخوام اون فایل رو وارد نرم افزار کنم، وارد تایملاینم کنمش، بهتره که اینجا اول ببینمش. یعنی من اینجا که زدم اول اینجا ببینمش، بعد حتی میتونم اینجا مشخص کنم من اینجا تا اینجاش رو فقط میخوام، من فقط صداش رو میخوام، فقط تصویرش رو میخوام. جلوتر داخل بخش پروگرام و سورس به اینا میپردازیم، حالا گیج نشید باشون. و اینکه این فرق پروگرام و سورس فقط اون یه دونه ویدیو رو نشون میده، میبینید که من رو هر کدوم دابل کلیک میکنم واسم باز میشه. و اینکه پروگرام اون تایملاین منو نشون میده که اینجا داره چه اتفاقاتی میفته. الان من از adjustment layer میخوام استفاده کنم. اصلا گیج نشید، این فقط یه توضیح مختصره که من میخوام مثلا الان یه افکت بندازم روشون. اینجا من adjustment layer رو که انداختم، میام داخل افکت ها سرچ میکنم black and white. بذارید من black and white رو سرچ کنم. داخل چیا باید باشه؟ داخل اینا ویدیو افکت black and white انداختم روش. میبینید که مثلا الان چه اتفاقی افتاد. اوکی، من چیکار کنم؟ میام این کار رو انجام میدم. یه چیزی هم بتونم الان یاد بدم، نشون بدم. مثلا من الان یه افکت بلک اند وایت انداختم، ببینید میتونیم چیکارا باش انجام بدیم. اینجوری میتونیم از افکت ها استفاده کنیم. و اینکه الان میتونیم که مثلا بذارید من یه لومنتری کالر بندازم روشون براتون که ببینید میتونیم چه جوری کار کنیم با این بخش. من بیام اینجا بلک اند وایت هم پاک کنم. مثلا لومنتری کالر رو ببینید، اینجا من میتونم مثلا نور و شدتش رو تنظیم کنم. کجا دارم تنظیم میکنم؟ داخل افکت کنترل. من افکت رو انداختم روش، الان افکت کنترل میخوام استفاده کنم. نگاه کنید من اینجا باید چیکار کنم؟ میام روی این، خب اینا رو من بگیرم پاک کنم 100% بشه اپاسیتیش. و اینکه اینجا الان میتونم بیام تنظیم کنم. اینجا الان نور نداریم، چرا؟ مشکلش چیه؟ خب به خاطر اینه که من اینجا یه کاری کردم، اینو بعد من از دوباره یاروش کنم و اینم سدش کنم براتون. خب الان مثلا من اینجا میام اینا رو یکم تغییر میدم که اون رو ببینید. دارید میبینید مثلا چه اصلاح رنگی ما داریم انجام میدیم، چطوری میتونیم رنگ رو خوشگل تر کنیم. و اینکه اینم از این قبل این بعده. میبینید الان اینجا رو نگاه کنید، این قبل کاره این بعد کاره. نگاه کنید چه تصویری ما داریم اینجا. این تصویر ماه و اینم بعدشه که ما اصلاح رنگ ساده انجام دادیم. خب الان میبینید که اینا مثلا چطوری عوض میشن. میتونم از چه استفاده کنیم؟ از ویدیو ترانزیشن استفاده کنیم. الان میخوام کاربرد ترانزیشن ها رو بهتون بگم. اینجا من یه لنز بلر میندازم، اینجا من یه وارپ میندازم براتون، بعد الان رندر بگم. نگاه کنید دید به چه شکل عوض شد.
این به این شکل عوض میشه. یعنی اینکه ترانزیشن اون بین اون ویدیو هامون که بخوایم که مثلا یه ترانزیشنی بندازیم عوض بشه تصویر، مثلا بره داخل و بیاد بیرون، از مثلا یه ورق باشه تا بشه، از این کارا میتونیم از چه استفاده کنیم؟ از ترانزیشن استفاده کنیم. و این از پراجکت، تایملاین، پروگرام، سورس، افکت کنترل. اوکی، این میشه قسمت اول کار ما. خب بچه ها الان هم با هم یاد گرفتیم که چی کارا میتونیم انجام بدیم با این نرم افزار و اینکه الان ما متوجه شدیم. اول اینکه این دوره مناسب کیاست و اینکه اصلا پریمیر چیه. دیدید که اصلا پریمیر خیلی ساده است. یعنی اینکه شما کافیه تمرین کنید. الان من مثلا چند تا اصطلاح گفتم، چند تا کار انجام دادم، چون میدونم چی کار کنم با نرم افزار و تو با دیدن این 8 قسمت میدونی که چی کار کنی با نرم افزار. پس تا آخرین ویدیو همراه من باش. الان ما کامل فهمیدیم دیگه که اصلا پراجکت چیه. اول پراجکت، بعد تایملاین، بعد پروگرام و سورس، بعد افکت و افکت کنترل. اوکی؟ و اینکه داخل قسمت بعدی با ابزار کم کار میکنیم، با سربرگای اون بالا. بیاید داخل مانیتور تو بهتون نشون بدم. این سربرگا منظورمه فایل و ادیت و سیکونس و مارکرز و گرافیکس و ویو و ویندو. اینجا ویو ورک اسپیس خیلی مهمه، اینا رو بهتون میگم که چیه داستانش. و اینکه بقیه پنل‌های ما مثلا لومتری کالر رو اضافه کنی، که میدونم یه ورک اسپیسی که مخصوص خودته رو بسازیش. و اینکه اصلا چی کارا میتونیم انجام بدیم و چطور میتونیم با اینا کار کنیم ما. و اینکه دوستان الان کامل میتونیم یه دیده بهتری نسبت به این نرم افزار داشته باشیم که اصلا چطوریه، چطور نیست، اینکه چی کار میتونیم باشه انجام بدیم و انجام ندیم. و در آخر الان رسیدیم به آخر این قسمت و اینکه فکر نکنم چیزی از قلم انداخته باشم برای این قسمت دیگه. بهتون گفتم همه چیز رو. و اینکه این نرم افزار تدوینگر شدن، تدوین و ادیت ویدیو اصلا کار سختی نیست. کافیه که حالا همراه من باشید و بعد از این 8 قسمت هم کامل به خودتون بستگی داره که شما چقدر برید دنبالش. شما نگاه کنید با ویدیوهای ساده داخل یوتیوب، داخل اینستاگرام به صورت رایگان میتونید خیلی پیشرفت کنید. اوکی؟ درسته سرعت پیشرفت شما پایینه، ولی شما با هر چی بیشتر کار کنید بیشتر جواب میگیرید. من اون جوابی که دلم خواست رو داخل 3 الی 6 ماه گرفتم و الان حدود 2 سالی میشه که تقریبا که داخل این حوزه دارم فعالیت میکنم. و اینکه دوستان مرسی از شما و اینکه من ممنونم از شما که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و اینکه منتظر قسمت بعدی باشید و اینکه قسمت بعدی شما رو میبینم. تا ویدیو بعدی خدایا رو نگهدار شما باشه.